در یک گردهمایی گروهی از زنان حمایت خود را از نظام امارت اسلامی اعلام کردند و بر اهمیت حجاب اسلامی برای زنان مسلمان تاکید ورزیدند. آنها با صدای رسا گفتند که حجاب تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه یک فریضه دینی است که به زن مسلمان عزت، وقار و شخصیت می‌بخشد. در این نشست، اشتراک کنندگان انتقادات تندی به برداشت‌های غربی از حقوق زنان داشتند و گفتند که حقوق واقعی و ارزشمند زنان از سوی اسلام اعطا شده است، نه از طریق آزادی‌های سطحی که در غرب به تصویر کشیده می‌شود. در ابتدای نشست، سخنرانان به اهمیت حجاب اسلامی پرداختند و آن را به عنوان یک ارزش دینی و ملی معرفی کردند. آنها گفتند که پایبندی به حجاب نه تنها یک امر دینی است، بلکه به زنان در جامعه کرامت و احترام بیشتری می‌دهد. یکی از سخنرانان ابراز نگرانی کرد که در کشورهای غربی زنان اغلب به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌شوند و کرامتشان زیر پا گذاشته می‌شود. او افزود که رسانه‌های غربی تصویر اشتباهی از حقوق زنان به نمایش می‌گذارند، در حالی که زنان مسلمان در سایه تعالیم اسلامی از حقوق و احترام واقعی برخوردارند. سخنرانان بر این باور بودند که حجاب نه تنها یک پوشش است، بلکه یک سپر محافظتی است که از زنان در برابر نگاه‌های نادرست و ناپاک محافظت می‌کند. آنها تاکید کردند که حجاب نمادی از ایمان و هویت زن مسلمان است و باید با افتخار و اعتقاد حفظ شود. همچنین به این نکته اشاره شد که اسلام از همان ابتدای ظهور خود جایگاه و منزلت زنان را نسبت به دوران جاهلیت به شکل قابل توجهی ارتقا داده است و قرآن کریم حقوق ویژه‌ای را برای زنان قائل شده است. در ادامه گفتگوها، یکی از بانوان سخنران بر حقوق زنان در اسلام تاکید کرد و به سوءتفاهم‌های موجود درباره حجاب پاسخ داد. او گفت که تصویر واقعی از زن مسلمان باید توسط خود زنان مسلمان به نمایش گذاشته شود، زنانی که به ارزش‌های دینی و فرهنگی خود افتخار می‌کنند. او افزود که بسیاری از برداشت‌های منفی از حجاب و حقوق زنان به دلیل عدم درک صحیح از مفاهیم اسلامی است. این سخنران همچنین به وضعیت زنان در افغانستان اشاره کرد و گفت که طی 2 دهه گذشته تغییرات زیادی رخ داده است، اما نباید اجازه داد کسانی که به فرهنگ و ارزش‌های اسلامی باور ندارند، نماینده زنان افغان شوند. یکی از بخش‌های احساسی این نشست زمانی بود که یکی از بانوان درباره تجربیات شخصیاش در مورد حجاب صحبت کرد. او گفت که حجاب برایش نه تنها یک وظیفه دینی است، بلکه منبع قدرت و اعتماد به نفس او نیز میباشد. او توضیح داد که چگونه با پوشیدن حجاب احساس آزادی و امنیت بیشتری دارد و توانسته است در جامعه نقش مؤثرتری ایفا کند. در بخشی دیگر از نشست، سخنرانان بر اهمیت حفظ عزت و شخصیت زنان در چارچوب اسلامی تاکید کردند و گفتند که زنان مسلمان باید در برابر فشارهای خارجی و ایدئولوژی‌های فمینیستی ایستادگی کنند. آنها باور داشتند که زنان افغان باید توانمند شوند تا بتوانند در بازسازی کشور سهم بگیرند و جامعه‌ای پویا و مؤثر بسازند. یکی از سخنرانان که از آلمان به افغانستان بازگشته بود، تجربه خود را از تفاوت‌های فرهنگی میان این 2 کشور بیان کرد و گفت که بازگشت به ریشه‌های اسلامی به او حس هویت و آرامش داده است. او همچنین به مفهوم ذکر یا یاد خدا اشاره کرد و گفت که ذکر روزانه و تلاوت قرآن قلب انسان را پاک می‌کند و ارتباط او را با خداوند قوی‌تر می‌سازد. او توضیح داد که چگونه یاد خدا می‌تواند انسان را از استرس‌ها و نگرانی‌های روزمره رها کند و به او آرامش درونی ببخشد. سخنران افزود که دعا و ذکر نه تنها روح را تقویت می‌کند، بلکه باعث استحکام پیوندهای اجتماعی نیز می‌شود. در بخشی از سخنرانی‌ها به اهمیت دعا و یاد خدا تاکید شد. یکی از سخنرانان گفت که وقتی انسان از ته دل دعا می‌کند و به خداوند توکل دارد، دعایش پذیرفته می‌شود. او توضیح داد که حتی اگر پاسخ دعا به تأخیر بیفتد، نباید به رحمت خداوند شک کرد، زیرا خداوند از نیت‌های انسان آگاه است. او گفت که اسلام به ما آموخته است که عبادت واقعی باید از دل برخیزد، نه فقط به زبان، و خداوند تنها عبادت‌های خالصانه را می‌پذیرد. در پایان نشست، سخنرانان بار دیگر بر اهمیت حفظ حجاب و یاد خدا تاکید کردند. آنها گفتند که ذکر و دعا باعث پاکی قلب و روح می‌شود و انسان را به خداوند نزدیکتر می‌سازد. یکی از سخنرانان توضیح داد که با تکرار ذکر و استغفار، انسان می‌تواند آرامش درونی پیدا کند و از گناهان پاک شود.
او گفت که خداوند همواره به دنبال نیکی‌های بندگانش است و اگر کسی با قلبی خالص توبه کند، خداوند گناهانش را خواهد بخشید. سخنرانان همچنین از زنان خواستند که در کنار مسئولیت‌های اجتماعی و خانوادگی به وظایف دینی خود نیز توجه داشته باشند و با حفظ حجاب و ذکر خداوند، الگویی برای دیگران باشند. آنها تأکید کردند که زنان می‌توانند نقش مهمی در پیشرفت و آبادانی کشور داشته باشند و با اتحاد و همبستگی جامعه قوی و متعهد بسازند. در نهایت این نشست با دعایی برای صلح و آرامش در افغانستان به پایان رسید و همه حاضرین از خداوند طلب هدایت و برکت کردند. تشکر از تماشای ویدیو. اگر از محتوای ما لذت بردید، لایک کنید، کامنت بگذارید و حتما سابسکرایب کنید تا هیچ خبری رو از دست ندید. زنگوله رو هم بزنید تا همیشه از جدیدترین اخبار و ویدیوهای ما باخبر بشید. با ما در اخبار نیوز پلاس همراه باشید، جایی که واقعیت‌ها همیشه در اولویت‌اند. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.